طبق قرار مشاوره و فرمان وزیر معارف جمهوری تاجیکستان ما توانستیم که در سال تحصیلی 2013 14 و 2014 15 قسمت زیادی خوانندگان و آموزگار را با لباس توصیوی آموزگاران مؤسسه تعلیمی آنها را تامین نماییم. خب حال حاضر یعنی که یک قسمت آموزگاران لباس توصیوی گرفته شده است، اگرچه مکتب بچه‌ها یعنی پر باشد هم آموزگاران یک قسمتشان بله قسمت زیادشان اکثر آموزگاران اگر 80% آموزگاران با لباس توصیوی تامین هستند گویم خطا نمیکنند. خب این لباس ها از کجا آورده می شود؟ کدام کارخانه می دوزند؟ این لباس ها از کارخانه خوجند گلسره از کارخانه به نام گلسره است و از خوجند آورده می شود و به آموزگاران ما تامین کرده.